آنچه گذشت مرد. گذشته را فکر کردن و آنچه از دست رفته است غصه خوردن احمقی است. انسانی کامل از فکر گذشته غم نمیخورد، زیرا با غصه خوردن گذشته بر نمیگردد. با روی و مویکنی گذشته اصلاح نمی شود. شیشه بیشکسته پیوند نمی گردد. هر چیزی که رفته است به بازگشت رفته است، باز نمیگردد. آیا می شود که مجرای دریا را به قفا گردانی؟ آیا امکان پذیر است که آفتاب را به جای برآمدش برگردانی و یا طفل را به رحم مادر از سر نو بعد تولدش جای کنی؟ به گذشته غصه خوردن مثال همین گفته ها است که همگی غیر امکان می باشد. از همه بلای بد بر سر ما انسان ها این است که به حاضر اعتبار نمی دهیم و کارهای گذشته خود را اندرمون کرده و غم می خوریم. قصرهای زیبای حیات حاضره را نادیده با کلبه های ویرانه گذشته همیشه دل را از غم پر می کنیم. اگر قدرت و قوت انسان و جن و دیو و پری یک جایه شود هم گذشته بر نمی گردد. قانون دنیا چنین است. شب و روز پیش می رود. دریا همیشه روی به پیش می توزد. سال و ماه تنها و تنها به پیش می رود. پس با چنین مجرای زندگی مخالفت کردن و مقابل آن شنا کردن خطاگی نابخشیدنی است.